میبینیم. همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میدازن، ما که میدیم اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه رئیس جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین راه میفته و همه از این ماشینای سیاه فهمی که وحشت بندازه تو دل مردم. ماشینای جالب بود، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملل بریم به اون محل، 2 3 تا چهارراه خیابون رد میکنیم، معمولا نزدیکه. این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا تا پیدا میکنن، مثلا یه ثانیه چششون میفته به ما، بعدا تو همون یه ثانیه اینجوری میکنن همطوری. بعد برای اینکه اینو اثبات بکنه یه دختر بچه 2 3 ساله تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیار جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد، من گفت این محموده، این محموده. خب آقای نوزه، من تفسیر نمی کنم، فقط این همه ماجرایی اگه درست باشه دلیل نداره من باور نکنم ایشون راست میگه، یعنی حتما باید رئیس جمهور اسلامی راست بگه، ولی همه اینها 1 ثانیه طول نمیشه، از همون اولش 2 ثانیه بود. اولا ایشون به نظرم این انگشت بالا بردن و ایشون اشتباهی متوجه شده، چون میدونید این برعکس اگر بگیرن اهانت خیلی بدیه به انسان ها. ایشون شاید احتمالا اون رو عوضی دیده. و نکته بعدی این است که اولا بنده دیدم این موقع که آقای خاتمی بود، این کاروان که میره اصلا کسی نمیدونه تو این ماشین کیست که بیاد جلو با آقای احمدی نژاد دست، شیشه ها بسته است، پرده کشیده شده. به اضافه اینکه یه نفر از این مشاوران آقای احمدی نژاد بره به ایشون بگه اسم این ماشینا لیموزینه و این ماشینا رو کمپانی لینکن و کادیلاک، بله میگه برای ترس مردم. اینجا شما هم توی هتل نشستی میخوای جایی بری، تلفن میزنی برای یکی میاد $40 میگیره شما رو برای اونور. ایشون برمیگرده میگه این برای ترس مردم. آقای چالنگی دیگه آدم میرسه به یه نقطه‌ای که میگه آخه چقدر فریب، چقدر دروغ. اون آدمایی هم که نشستن خوششون میاد، میخندن. نگاه کنید در چه سطحی با مردم صحبت